سلام. در حالی که نظام آخوندی این روزها در میان انواع مشکلات دست و پا میزنه، بی برقی، بی آبی، بی واکسنی، بیکاری، گرونی، کرونا و داد ملت از همه اینها بلنده و در هر تجمعی سری شعارهایی از این دست بلند میشه: ناخون کفن نشود این وطن وطن نشود، ناخون کفن نشود این وطن وطن نشود. در این شرایط مجلس آخوندی یه فکر بکری کرد و طرحی آورد تا همه این مشکلات رو یه باره به طور ریشه‌ای حل کنه. طرح صیانت از حقوق کاربران. داداش چه صدای منو قطع میکنی؟ آها، این طرح همینه؟ بله، میگن این طرح با این تیتر طولانی در واقع همون طرح قطع صدای ملت در فضای مجازیه. یعنی صدا رو قطع کنیم که دیگه هیچ نوع اعتراضی شنیده نشه. اون وقتی نه کسی مشکل آب داره، نه مشکل برق داره، نه واکسن میخواد. کی؟ کجا؟ ها؟ اینجوری دیگه مشکلات مملکت به خیال خودشون محو میشه. ما در کشوری زندگی میکنیم که تمام تلاشش اینه که از هر گونه ارتباط جلوگیری کنه. اینو فیلتر میکنه، اینو میبنده، اینو پاره میکنه، اینو جر میده، اینو خفه میکنه. حالا فکر میکنید اسپانسر اصلی این طرح که تحت عنوان اینترنت ملی هم ازش اسم میبرن کی بوده؟ که رو مسئله شبکه ملی اطلاعات بندی این همه تاکید میکنه. نمیشه این مسئله رو رها کرد و من میبینم که اون اهتمام لازم به خرج داده نمیشه. از 2 سال پیش بیشتر از همه خود ولی فقیه از این قضیه مجازی نگران بوده و همیشه هم شاکی بوده که این همه فیلتر کردن و اینترنت بستن کافی نیست و هنوز چیزایی درز میکنه که اصلاً براش خوب نیست. متاسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت‌های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله واقعاً. پس فارغ از این که این طرح صیانت که آوردن برای بستن اینترنت چه سرنوشتی پیدا میکنه، کاملا واضحه که باعث و بانی اصلیش و متقاضی اصلیش خود ولی فقیه که اصلا چیز پنهانی هم نیست. اونایی که توی مجلس به این طرح رأی مثبت دادن رو علنا میگن. این دغدغه رهبر معظم انقلاب امروز در مجلس یک گامی براش برداشته شده. حتما امروز روز مبارک و عید عزیزی برای این نمایندگان هست که باید به همشون تبریک و خدا قوت گفت. خیلی متشکرم. کاملا روشن و شفاف داره میگه که ما نمایندگان ولی فقیه هستیم توی این مجلس. دغدغمون هم نگرانی‌های ولی فقیه، کاری هم به دغدغه‌های مردم نداریم. یعنی کلا داره میگه این مجلس فرمایشی فقط داره ادای مجلس رو در میاره، داره بازی میکنه. نه حالا بازی تاج و تخت، بلکه بازی دموکراسی. یه عده موافق، یه عده مخالف، ولی النهایه خط ولی فقیه پیش میره. ولی جالب اینجاست که اینقدر این طرح ضد حقوق بشریه که حتی همین مجلس هم نتونسته تا به حال به سادگی تصویبش کنه و بعد از اینکه چند بار اومدن تصویبش کنن و دیدن که اعتراضات خیلی زیادی شکل گرفت، النهایه توی مجلس رأی دادن که مخفیانه برن یه گوشه‌ای توی کمیسیونی به قول خودشون 85 خیلی سوسکی تصویبش کنن که کسی نفهمه. همکاران توجه داشته باشن الان اصل 85 شدن اون به رأی گذاشته شده. پایان رأیگیری رو اعلام می‌کنیم. با 121 رأی تصویب شد. طیب انفاسکم، خیلی خوب، ماشاءالله. پس با این حساب طرح فرستادن توی کمیسیون فرهنگی تا اونجا به دور از چشم ملت تصویبش کنن. ولی حالا بریم ببینیم که خود این طرح چیه که اینقدر جنجالی شده. بعد از اینکه با اعلام این طرح در فضای مجازی انبوهی اعتراض بالا گرفت و هشتگ نه به اینترنت ملی ترند شد، مدافعان ولایی این طرح رو دست رو نشسته فرستادن جلوی دوربین تا از این طرح دفاع کنن. یه جایی ما رو میترسونن از اینکه یه سال بعد توی همچین روزایی وقتی کنار هم جمع میشیم دیگه نه خبری از گوگل هست، نه خبری از اینستاگرام هست و نه خبری از خیلی از خدماتی که الان امروزه داریم ازشون استفاده میکنیم. اما واقعیت اینه که توی این طرح خیلی سفت و سخت گفته شده که اگه یه شبکه اجتماعی یا یه خدمتی به زندگی مردم گره خورده و هیچ نمونه مشابهی براش وجود نداره، هیچ کسی اجازه صدور دستور فیلترینگ اونو نداره. یه طوری میگه طبق این طرح هیچی مسدود نمیشه مگر اینکه مشابه داخلیش درست شده باشه، انگار که تا الان درست نشده. بابا تو مملکتی که مثل ریگ برای واکسن کرونا 7-8 تا مشابهشو درست کردن، مستعان کرونایاب درست کردن، خب معلومه که برای اینستاگرام هم مشابهشو درست کردن. اینهاش
بهترین برنامه جایگزین اینستاگرام اپلیکیشن ویسکون. خیلی هم پرطرفدار، پرفالوورترین کاربرش 20,000 تا فالوور داره. اما قوانینش، ویسکون نگو نیشگون بگو. نگاه کن، قوانین سایت با فهرست مصادیق محتوای مجرمانه منطبق شده و این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند. محتوای مجرمانش هم یعنی محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی، یعنی از این فیلم ها. نمونه مشابه فیسبوک هم درست کردن، اسمش از فیس نما، رنگش هم مثل فیسبوک آبیه، فقط موقع ورود یه شماره سیم کارتتو میخواد، یعنی اسم و آدرس و شناسنامه و خلاصه تمام شجره‌نامت رو میگیره. بعد توی قوانینش خیلی سریع نوشته هر گونه برگزاری تجمعات توسط کاربران این شبکه اجتماعی در خارج از فضای مجازی ممنوع بوده و در صورت مشاهده این گونه تخلفات تمامی مشخصات کاربر خاطی در اختیار مراجع قضایی قرار میگیرد. یعنی کشمی ایفیوکنه که ایفیوکن هم نداره، در واقع بیا منو بگیره. فقط این نمونه‌های مشابه اگر اینقدر خوبه، چرا خود رئیسی نمیره اونجا اکانت بزنه با 2 میلیون فالوورش پوز بده؟ در ارتباط با مسئله فضای مجازی کار باید بسیار بشه. من خودم توی فضا هستم، 2 میلیون فالوور دارم. من توی اینستاگرام صفحه دارم و تقریبا هر شب کامنت ها رو من نگاه میکنم. وقتی فصل انتخابات بود و دنبال رأی بودن، اینستاگرام خوب بود و طرفم هر شب کامنت های فوش رو چک میکرد. حالا بگذاریم، در حد ساعتمون هم نیستی که دستت بندازی. خدمات خارجی، ولی واقعیت اینه که توی این طرح خدماتی که مردم توش زندگی میکنن و معیشتشون بهش گره خورده قرار نیست هیچ وقت قطع بشه. اگه تا قبل یه بازپرسی به خودش این اجازه رو میداد که برای تلگرام حکم فیلترینگ صادر بکنه، از امروز به بعد، یعنی بعد از تصویب این طرح، یک کمیته 5 نفره باید درباره همچین خدماتی تصمیم گیری بکنه و این یعنی اینکه یه مسیر بسیار دشوار برای فیلتر خدماتی که مردم ازش استفاده میکنن، دوستش دارن و دارن توش زندگی میکنن. پسر دیدی چه طرح خوبیه؟ آزادی و دموکراسی توش موج میزنه. گفت چند نفر؟ 5 نفر ها؟ این همون 12 نفر شورای نگهبان که شاخص تنوع عقاید مختلفن ولی همیشه فقط خط یه نفر رو پیش میبرن. یا این اون 295 نفر مجلس که فقط دغدغه یه نفر رو دنبال میکنن. این دغدغه رهبر معظم انقلاب امروز در مجلس یک گامی براش برداشته شد. مثلا ما الان نفهمیدیم که اینا اگر 5 نفر باشن بازم حرف همون یه نفر رو پیش میبرن. بریم بعدی ببینیم که این طرح دیگه چی تو جیبش داره. توی این طرح خیال شما از این موضوع راحته که هیچ وقت دیگه اکانت شما توی هیچ شبکه اجتماعی قرار نیست بسته بشه. تو اگه بلد بودی جلوی بسته شدن حساب‌ها رو بگیری، جلوی بسته شدن حساب فرماندهان سپاهتون و اکانت‌های قاسم ترکیده رو می‌گرفتی. این رفتار اینستاگرام ببینید، یه اسم از شهید قاسم سلیمانی میارید سریع حذف می‌کنه، یه تمثال ازش میذاری حذف می‌کنه. من چند بار اومدم مد گذاشتم که آقا دیگه این کارو بکنی می‌نزید بیرون از اینستاگرام. شما خیالتون راحت از این که کسی که داده های شما رو نگهداری میکنه در قبال داده هاتون مسئوله نمیشه. شما خیالتون راحت از این که کسی قرار نیست به حریم خصوصی شما دست اندازی بکنه و موضوع تیکه سوم برای همیشه پروندهش بسته میشه. بله، طبق این طرح دیگه کسی دست اندازی به حریم خصوصی نمیکنه، چون انحصارش دست وزارت اطلاعاته و فقط اونا دست اندازی میکنند. داده های شما همیشه در اختیارشون هست. این تمام دفاعی بود که یکی از طراحان این طرح تونست بکنه که بیشتر گل به خودی بود. بی دلیل نیست که در درون خود نظام هم موجی از مخالفت با این طرح راه افتاده. خیلیاشون میگن این طرح جایگزین کردن پیام‌رسان‌های خارجی با نمونه داخلی قبلا هم شکست خورده. مثلا یه نمونهش موتور جستجوی بومی بود به اسم یوز که سال 88 در پاسخ به قیام رفتن دنبالش، میلیاردی توش پول ریختن، سال 93 رونماییش کردن، ولی خرداد همین سال 1400 بستنش رو اعلام کردن و فاتحش رو خوندن. و الان اگه بهش سر بزنید با این صفحه مواجه میشید. سر تلگرام همینطوری شد. اولش گفتن ممنوع، همه نهادهای دولتی باید برن روی پیام‌رسان داخلی، ولی بعد از مدتی که فقط خودشون رفتن اونجا و مردم نیومدن، با سرافکندگی برگشتن به تلگرام و الان همه نهادهای دولتی از خود سپاه تا خبرگزاریش توی تلگرام کانال دارن. حسن نوروزی، نماینده ربات کریم:
من پایگاه خبریم را به سروش و ایتا انتقال دادم، ولی چون بیش از 200-300 فالوور نداشتم مجبور شدم تلگرام را احیا کنم. اساساً طیفی توی این نظام نبوده که با این طرح تنفرآور ولی فقیه مخالفت نکرده باشه. از رئیس جمهور سابقش بگیر به اون افرادی که اعمال محدودیت در اینترنت و فضای مجازی رو کارساز میدونن، صراحتاً اعلام میکنم که هم فکرشون اشتباهه و هم در هدفی که دنبال میکنن آشکارا به شکست میرسن. از این نوع تلاش ها فقط سوابقی نامطلوب به ثبت خواهد رسید. خیلی هم مخالفتشون با این طرح در وحشت از تکرار قیام آبان 98، مثل این مشاور سابق روحانی که میگه پشت درهای بسته این تصمیم رو نگیرید و یادآوری میکنه که بنزین 98 هم مصوبه سران سه قوه رو داشت که اون بلا سر نظام اومد. ولی سوال اینه که دغدغه ولی فقیه سر فضای مجازی چیه که اینقدر روی این طرح اصرار داره؟ تجربه اتفاقات 88 باعث شد تا منافقین فعالیت‌های مجازی را برای اقدامات خود مناسب دیده و به عنوان یک گروه اطلاعاتی تمام مراحل یک عملیات اطلاعاتی را در آن سازماندهی کنند. در طول یک دهه پس از فتنه، فعالیت پررنگ در بستر مجازی به استراتژی اصلی این گروه تروریستی بدل شده. عملکرد منافقین در فضای مجازی مبتنی بر یک استراتژی مرکزی به نام هزار اشرف است. انتخاب این استراتژی با توجه به تجربه فتنه 88 و این راهبرد بود که برای سرنگونی جمهوری اسلامی نیازی به داشتن ارتش نیست، بلکه با عضوگیری نفر به نفر در داخل خاک ایران و با استفاده از بستر مجازی می توانند به آموزش افراد بپردازند. در نهایت میشه گفت که بستر فضای مجازی برای خامنه‌ای یک بنبست لاعلاجه. اگر بخواد به همین وضع موجود تن بده، باید تداوم قیام‌ها و تداوم گسترش کانون‌های شورشی رو بپذیره. اگرم که بخواد این طرح صیانت و اینترنت ملی رو اجرا کنه و بخواد روی اعصاب ملت بره، میتونه پیامدهایی مثل قیام آبان شماره 2 داشته باشه. تاریخ نشون داده که دیکتاتورها در مراحل پایانی خودشون تصمیمات مرگباری میگیرن که میتونه به فنای خودشون منجر بشه و دیکتاتور قرن باید بدونه که ملت ایران تصمیم گرفته که طرح صیانت رو اجرا کنه، ولی طرح صیانت ایران از آخوندها. شب بخیر و خدا نگهدار.